گفتم به تو یک چیز نمیشه که نمیشنوی. در او صورت استاد علی ایره خواد فهمید که بچهش کوکسال کشته. اگر بفهمه باز چی میکنه؟ کوکسال میکشه. بعد شام پدر در قبر میره و علیام در زندان میره. آیگار نکو چی میشه؟ گوش کن، من علی رو زیاد دوست دارم. من عاشق علی هستم. چرا نمیخوای درک کنی؟ علی رو اگه ازم بگیری نفسم قطع میشه. تو در اصل مرا درک نمیکنی. من نفس گرفته نمیتونم سیفدا. نفسم قطع میشه. بدونی تو مرا چی حالت هستم نیکی نمیبینی. تو را زیاد دوست دارم، چرا نمیفهمی سیفدا؟ با وجودی که در قلبم کسی دیگه است، با وجودی که قدر مست و نفرت دارم، چطور میتونی مرا دوست داشته باشی؟ اگه عشق واقعی رو میخواستی مرا درک میکردی. اگه کل دنیا دست یکی کده و برم لعنت بگوین، بازم از عشق تو منصرف نمیشم. تو چطیات میگی؟ عقلت کاملا از دست دادی. عقل مرا خود تو از پیشم گرفتی سیفدا. برای تو تا صبح صبح وقت میتون، فهمیدی؟ او علی را اعلا کده و پیش ما میایی. باز کت ما عروسی میکنی سیفدا. علی برای دیگه گپم میگفتم. اینا را فراموش کردم. زنده باشی. کجا میری سیفدا؟ شرکتی صاف‌سودا доруҳоеро пешниҳод мекунад ки барои бемориҳои дарунӣ ва берунии инсон даво бахшанд. аз қабили фишорбаландӣ, гаймарит, бемориҳои меъда, рӯда, гурда, ҷигар, узвҳои ҳозима, дарди гулӯ, роҳи нафас ва ғайра. инчунин агар шумо бемориҳои пӯст доред, ба монанди псориаз, сафедшавии пӯст, доғҳои сиёҳ, пас доруҳои софсавдо ба шумо кӯмак мерасонанд. ғайр аз ин, агар шумо мушкилоти урологию гинекологӣ дошта бошед, пас ба ширкати софсавдо муроҷиат намоед ва инчунин машварати тиббӣ бигиред. ҳамчунон барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, ба қувват кардани мардонагӣ, доруҳоеро бо намуди капсула ва равғане ки ба садҳо дард даво дорад пешниҳод менамояд. барои фарбеҳ ё хароб шудан доруҳои БЦА, протеин ва генерҳои софсавдо айни муддаоянд. бурда расондан ба ҳама шаҳрҳои Русия дар муддати 3-5 соат. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. саҳифаи мо дар TikTok sofsavdo.tjk. агар аз номи нурангез филм муроҷиат намоед, ба шумо тахфиф карда мешавад. سیفدا! اگه تو رو بکشم باز به هیچ کسی چیز گفته نمیتونی نی؟ صبر من لبریز نساز. بگو برم. علی تو را چی شده؟ تو خوب هستی؟ میره بخور، بگی بخور. سمیم تو را چی شده؟ گوش کو چی میگم؟ آدرس جایی را که میتونم علی و کاکا با هم ملاقات میکنن. معلومات که آدم داره برای ما بسیار با ارزش است. پیش از گپ زدن باید او آدم بمره. زهره برای یک چیز حل کو. فکر کنن که سکته قلبی کده. اگر برعکس شد باز کت مرمی در فرقش بزن. تو خوب هستی؟ خوب هستم. چی شده؟ با خود بیا. آقا شما خوب هستین؟ دکتر را بخواید. آمبولانس زنگ بزنین، زود شوید. علی مرا مظلوم ساختن. با خاطر که نتونی بیادرتا پیدا کنی مرا مظلوم ساختن. سمیم تیترم مظلوم ساخته.
علی بابا بیادرم کجاست؟ چشمایی تا واز کن امبولانس بخواین پیلوت زود باشین امبولانس بخواین پیلوت بیادر امبولانس بخواین من زنگ میزنم مرمیده بغلش کمش خوردم حالا دیگه خانه ببریمش باید به شفاخانه بریم شفاخانه نمیشه هرچی که نیاز باشه در خانه انجام میدیم حالا دیگه نه زیاد خون زایه کرده باید شفاخانه گفتم شفاخانه نمیشه هنوزم پلیس در پشت ماست قدرت دفاعی بدن پیلوت بالاست ده حمل میکنه هرچی نیاز باشه در خانه انجام میدیم خانم دیگه حالا خانه ببریمش کمک کنیم درست است ما میایم مرا مقامای بالا خواستند سر ما را از بیخ کندیم کوباد حالا نفرها را بخوای کل جای ما سره کنند هرچی باقی مانده را کلش از بین ببرند اطاعت میشه بیادر نفرهای ما بیازوده نیسا هستند کلشان آماده هستند خوب است سر پیلوت بدات از سرشان جدا بساز که هر کس عاقبته قاتلای بیاد در ما به چشمای خود ببین احمقانه فایر نمیتونی نزدیک نشو آدم پست حالا بزن منتظر چی هستی حالا بزن اما فکر نکن که مرگ ما تو را به علی میرسانه سیفدا قاتل خود شدی به زندان میری فکر کنم رفتی و در قصه شم نیستی پس چی خود شد ها؟ تو فکر کردی که از این راز نجات پیدا کرده میتونی باز مجبور میشی که ساربان بکشی؟ فراموش نکن راز 4 پای می داشته باشه سیفدا باز بسیار زود کلگی خبر میشه مگه تو را نکشم باز خدا خود کشته میتونم نی؟ صبر کن حالا امروی پاکه خوب بیار این کار ده اینجا نمیشه مجبور هستیم شفاخانه بریم براتون گفتم نمیشه خانم دویگو نه که میخوایی بمره آی نه که نمیفهمی در هر جای پشت ما میگردن از اینکه کل عمر خدا در زندان باشه بهتر است که بمره چرا درک نمیکنی رفتن نمیتونی اگه میگین یک دکتر بیارم خانم دویگو اقدر تحمل کرده نمیتونه سیس به طول بکس موتر بکس کمکای ولی است او رو برم بیار دویگو بله تو خوب هستی نه؟ من خوب هستم چند قبات من میره میکشم سیس درست است اشکنی خدا از دست نده یک کم درد میکنه اما باید بکشیمش سیس تو به من درد نمیتی دویگو برم بگو از برای خدا برم بگو بیادرم کجاست؟ نبضش پایین است دستگاه شوکر روشن کنه آی تا آنازم عمر میره کشیدن نتانستن خانم دویگو از چیزی که فکر میکردم زیاد عمیق‌تر است زیاد خونم زایی کرده دویگو شماری علی پیش تو است میشه از اینجا کم دور شوی جای زخم نباید میکروبی شود ببینی وضعیتش خراب شده میره اما مطمئن هستم که نمیره
هر کس که در داخل است باید بمره. انتقام تاکاجی را ما و شما میگیریم. خانه را محاصره کنین. منتظر امر ما باشین. صبر کو. نکو. درست است. او مرگ سالا را پایین انسان کن. نبیبی که از خاطر عشقت کشتیش. صبر کن بیبی. تو باعث مرگ ما شدی آدم پست. صبر کن نکو. ببین اگه او ماشه را فشار بیتی میفهمی چی میشه. علی بازم همه چیز خود فهمید و پدرت از بین خود برد. پدرت در قبر رو، علی هم در زندان خود رفت. اما مادرت چطور؟ سینان اونا چی خود شدن؟ سینان به خاطر کشتن علی در پشت او میفته و حدی اقل اگه کمک کرده بتانم باز سینان علی را خود کشت یا علی سینان خود کشت. نمیشه تو نمیتونی. من هیچ کاری نمیکنم سیفتا. فقط اگه او ماشه را فشار بیتی ایره برید میگم که چی خود شد. اما اگه بازم تو خودخواهی کده و میخواهی خودکشی کنی پس خدا بکش. من هر خطر به گردن گرفتم سیفتا. اما تو چقدرش به گردن گرفته میتونی؟ اگه پیش من نیایی تو باعث میشی که پدرت علی بکشه و بازم تو باعث میشی که علی در زندان بفته. خدا را شکر کشیدمش. شکر. اگه مرمی برامد از او کش ندارم. خدا بندازه. اگه جای زخم کوک نزنم از دست خونریزی میموره. شما با کارسان ادامه بدین خانم بکن. ما اونا را مسئول نیستیم. کم دگم طاقت کن. تحمل کن. من اینو کشیدیم. تعدادشان بسیار زیاد است. تو تنهاستی. چطور از خودشان برآمده میتونی؟ خانم توکچه در اینجا چی گپ است؟ تو دیگه کی هستی احمق؟ علی دویگو شماری علی پیش تو است. چی میکنی؟ ازش کمک میخوایم. دستکولم است. دستکولم در داخل است. بچه آماده شوید شوک برقی میتید. متاسف هستم مریض از دست داره. این نباید بموره. اون نباید بموره. کار از دست ما نمه.
بله خانم دویگو. مولا علی من دوک هستم. سر کلوک فیر کردن وضعیتش زیاد خراب است. هر روزا اینجا هستن. چی میشه کمک کنی؟ شما فعلا در کجا هستین؟ من همیالا آتش برتن روان میکنم. درست از خودم میرسونم. تو فکر کردی که از این راز نجات پیدا کرده میتونی؟ تا صبح صبح برات وقت میتون فهمیدی؟ پیش من میایی و کتم فراموش نکن راز 4 پای داره. با زود کلگی از او خبر میشه. خلاص شد. کوک زدنش خلاص شد. لعنتی مرمیم خلاص شد. حالا چی کنیم؟ بریم. اونا میایم. میکشن. کل ما را میکشن. خدایا خودت ما را کمک کن. خدایا کمک ما کن. دروازه رو بشکنانی. تا حال نمودی لاوده. نکنین. الهش کدویگو بامبان. لطفاً به ای ضرر نرسانین. غم نخو. کتی یک جا تا میمری فهمیدی؟ زورت به زنا میرسه نامرد. چی گپ شد؟ علی آمد.
مولا علی کاملا سر وقت رسیدی. زنده باشی مولا علی. وضعیتش چطور است؟ مرمیشه کشیدم، جای زخمشم دوختم اما این قسم نمیشه، باید شفاخانه ببریمش. شفاخانه نمیشه، هنوزم ما فرارستیم. رفتن به شفاخانه یعنی رفتن به زندان. من خوب هستم، خوب هستم. اویگار خیرت است؟ چراغ خوش هستی؟ سبا به 17 میرسم سرب. اگه خوش نباشم خیلی چی باشم؟ بله آقا سرب، کاکای ما مرد. چی شده؟ کی بود؟ کاکا. خب مرده. چطور دفعتن مرد بابا؟ دقسش نشین، خوب شد که مرد و رفت. چرا قسم سیل میکنی خیریه؟ او هیچ نمیخواست که ما در اینجا باشیم، باید نداری؟ قسم سیل میکرد فقط ما خدمتکار باشیم. کوکسال هر قسم که سیل میکرد دیگه. نباید پشت مرده گپ بزنی کوکسال. بابا جان ما به خاطر اونه، به خاطر اویگار جگر خون هستم. بیچاره کلان قوم خود از دست داد، از پایین رفت. خداوند رحمتش کنه. بزرگترین حساب کتاب علی با او آدمایی بود که بچهش کشته بودن. او حساب به همش بسته شد. شاید هم بسته نشده باشه، نمیفهمم. شاید که تو مانی علی شده بتانی. وضعیتش چطور است؟ فکر میکردم تو خواد که تما خدا را شکر تو نکدم. ما باید برم دیگه، یک کار مهم دارم. خدا داد یک دفعه بیرون بیا. خود سیس مناسب. مولا صاحب، شما با پلیدن بیادرتان رفتین؟ همراه یا پیلوت آمدین؟ یکی پیلوت بیادرتان است. نه او بیادر بدهت است. او قسم نیست خدا داد. حالا خب پیلوت در مقابل مواد مخدر مبارزه را شروع کرده. بسیار دشمنای زیادی هم به خود پیدا کرده. وقتی او در تاکاجیر از بین برد، با اتهام او سر پیلوت افتاد. پلیس حالا در جستجوی او است. بالاخره وقتی به خاطر آمدن در راه راست مجادله میکرد، این همه بالایش آمد. به او خاطر ضرور است که همراهش کمک کنیم. بعد چند روز در اینجا باشه، بعد از اون محلش میکنم. درست است؟ مولا صاحب تو اینجا را به خاطر ما آمده ساختی، اما ما زیاد اینجا نمیایم. اما یگان وقت میایم که استراحت کنم. البته اگه باشه. زنده باشی خدا داد. تو هم زنده باشی مولا صاحب.
هرچی زودتر باید دواخانه برم. دوا را گرفته زود پس میاییم. درست است، من شما را میبرم خانم تویکو. من خودم میرم. توکچه بیا تو رام تا اونجا میرسانم. نه من میباشم. شاید حالتش خراب شوه. همینجا باشم خوب است. اگه خرابم شوه تو چی میکنی؟ خدا داد ودت بیادرم اینجا هستن. اینا متوجهش میباشن. حالا بیا که بریم. من زود پس میایم. حالا راست میگه خانم توکچه. یعنی شما را زیاد به زحمت ساختیم، به تکلیف شدیم. بخشش باشه. شب بخیر. فکر کوی وضعیتم سپری میکنه بیادر. کم دگان تحمل کو. وداد بیادر، پیلوت بیادر چطور است؟ خوب است نه؟ خوب است، خوب است. از یک قدم بهتر میشه بیادر. تو اما موبایلت خوبتی؟ اینه بفرمایین. بله، ما وداد هستم. آدرس اینجا را براتون روان میکنم. آمدم نیتش بگیرین. جلب توجه نکنن. در دنیا فقط تو بودی که مرا دوست داشتی. بعد از مادرم، بعد از پدرم، کل چیز من تو بودی. ما فکر میکردم که تو هیچ وقت نمیموری. به یک قسم خدا نجات میدی. به تو زیاد اعتماد کرده بودم، اما تو وقتی در اینجا یک قسم به جان افتیدی، ما بدون تو تنها چه قسم سر پای خود احساس شوم. احساس شده نمیتونم. چطور شد سارب؟ چرا کاکای مرده؟ بگو. حمله قلبی. اما دکتر ما گفت امکان داره چیز نوشیده باشه که حمله قلبی را تهدید کرده. خیلی کشتنش. کاکای من کشتن. آقا علی آمده، پیش دروازه است. نه که خبر شده که سقیم کشتیم. اگه قسم می بود باز اجازه داخل آمدن نمی گرفت. بیارش. دوستانی عزیز و مهاجران دور از وطن، برادر عزیز، چقدر گفتیم برای شما در اینستاگرام یک اینترنت مگزین نو با نام فست شاپ روک شدیم که در اون سایت شما میتوانید بهترین سر و لباس‌های ترکی رو هم زنانه هم مردانه رو با صفت عالی دسترس نمایید. برای زکات کردن سر و لباس‌ها و پویافزال‌ها شما میتوانید با سیلکی که در کامنتاری هست در اون یا که در اینستاگرام در پایین نویسید فست شاپ مینوس پایین رو در اومده تمام لباس‌های خودتان رو انتخاب کنید. در صفحه با تمام شهرهای روسیه به پول از خانه زکات کرده شما میتوانید صاحب لباس‌های خودتان شوید.
آقا کرد منتظر شماست. خیرت باش علی که در وقت شب آمدی. سمیم مرد. چه قسم؟ با هم گپ می زدیم، اما پیش از اینکه گپای خدا برم بگویه از دنیا رفت. علت مرگش چی بود؟ نمیفهمم، بررسی میکنم، اما یک مرگ بسیار مشکوک بود. به این معناست که پلان شده بود. تو میخوای چی بگویی؟ سمیم چند دقیقه پیش از مردنش ای که بیادرم کی است، در کجا است، میخواست که برم بگویه. توبه او دوباره بیادرت از کجا میفهمید؟ نمیفهمم. تا فعلا تنها چیزی را که من میفهمم همیه است آقا کرد. من هر وقت که به بیادرم نزدیک میشم یک دشمن مخفی در مقابل من یک دیوار ایستاد میکنه. حس میکنم به مثل سایه در پشتم ایستاده است، یک کسی که برای روش من آشنا است. درست است، درباره مرگ سمیم تحقیق میکنیم. تو به خاطر اینجا آمدی؟ دی 20 سال حال من فهمیدم که در پیدا کردن بیادر یک دانیم و خواستن کمک از تو بسیار زیاد اشتباه میکردم. میخوایی چی بگویی؟ میخوایی میره بگویم که در تمام ای تاریکی ها ای که چی مگذره و چی تیر میشه کلشونه میبینی، اما وقتی که باز نوبت بیادرم میرسه دفعتا کور میشی. ما بیادرم خودم پیدا میکنم. در اینجا به خاطر پیلوت آمدیم. گفتی پیلوت؟ بله، هنوزم در حال فرار است. بر علاوه زخمی هم شده و تمام اینا به خاطر شده که در مقابل مواد مخدر مبارزه را شروع کرده. به یک شکل او را بیگناه ثابت کردن نمیتونی آقا کرد. با آن دیگه تو دقیقه سی آدم نباش، با آن که جزای خود ببینه. دلیلش خود براتون گفتم. درست است. کوشش میکنم که حلش کنم. زنده باشین. ای بیادر با مثل مغناطیسه که دیگه خود جذب میکنن. خب تا خانه رو میرسونی؟ قدم زده خودت برو، باید زود دواره ببرم. یعنی تو زیاد در فکر پیلوت هستی؟ تو میخوای چی بگویی؟ همه چیز به خاطر تو شد، ایره تو هم میفهمی. تو چی میگی دختر؟ دویگو تو کجاستی دخترم؟ چرا موبایل خود نمیبینی؟ نه که میخوای مرا دیوانه بسازی؟ ما در صدای موبایلم پخش بود نشنیدیم. همراه او دختر درباره چی گپ میزدی؟ چیز نمیگفتیم. چی باید میگفتیم؟ اما تو یک دفعه روبرو شدیم با سلام دادیم. دویگو واقعا تو کجا بودی دخترم؟ پدر تولد یک دوستم بود. یک دوستم که دیگه در وقت نان خوردن شوخی کرده، میدیش درد گرفته استفراغ کرده. من به خاطر دوا گرفتن آمدم. دیگه رفت آمد نمی کنم، همونجا می باشم. یک دقیقه تو گفتی کار دارم و بسیار عجله از دواخانه برآمدی رفتی. یک قسم به روز تولد دوستت رفتی، چرا به ما خبر ندادی؟ بر علاوه او دوستت کی است ها؟ مادر تو رو نمیشناسی، از کجا بشناسیش؟ شما برین، من دواخانه رو بسته میکنم. دویگو تو واقعا خوب هستی دخترم؟ خوب هستم پدر، خوب هستم. نه که نمیبینی؟ تو از آقا پیلوت خبر داری دخترم؟ آقا پیلوت؟ به سیاحت رفته آقا پیلوت. مام درست نمیفهمم مادر، دواره گرفته زود میرم. حالا خداحافظ. سفدا سفدا تو خوب هستی؟
چی شده؟ تو کجا بودی علی؟ سیفدا میخوایی که با هم گپ بزنیم؟ میخوایم تنها باشم علی. درست است، بسیار خوب. سیفدا گوش کن، معذرت میخوایم. درباره بیادرم به خاطر یک کار رفته بودم. میخواستم پیدایش کنم، زیاد مهم بود، اما اولین دفعه بود که قدر برش نزدیک شده بودم. سعیس، به خاطر کل چیزی که شکستانده و ریختانده معذرت میخوایم، اما میخوایم کمی تنها باشم لطفاً. درست است، درست است. حالا که خوب هستی مشکلی نیست. چیزی که مهم است همین است. پیلوت را یک خانه امن نگاه کردن. 4 طرف پر از نفر است. پیلوت بیازو زخمی است، بر آمدن نمیتونه. وقت سر پای شوه او زفره که پیش ما میایم میفهمی چی است. دوی گوره استفاده کده با پیلوت دام میمانیم کو باد. کار را که نیمه مانده بودیم تمامش میکنیم. درست است. در جنت هستم. نیستی. بیازو با این کارایت فکر نکنم در جنت بری. در جایی که تو باشی اونجا برای ما جنت هست. یک دقیقه صبر کو آقا پیلوت. نو به هوش آمدی. به خاطر گفتن این گپا بسیار زیاد وقت داری. اگه ما برات اجازه بدم. اما چه قسم اینجا آمدیم؟ بیات نداری؟ با اونجا بازا مملک کردن. ما اونا را چی میخوایی کنی؟ مولا علی ما را نجات داد. بدنم باز اینجا آورد ما. ده اصل اینجا را به خدا داد گرفته. خدا داد یگان وقت اینجا میایه، اما به هر صورت تو یک دفعه سر پای استاد چو باز درباره همه 6 با هم گپ میزنیم. بسیار چیزا هست که باید از تو پرسان کنم. آله ده شکم گشنه ای دواره که برات میتم میخوری. بعد از نان دوای زیاد است که باید بخوری. از دست تو اگه از آرام باشم میخورم. اگه ای قسم دامه بتی یک روز اورام برات میتم. تشویش نکن. من میرم نانه برات میارم. تو منتظر باش، بعدن باز دوایت میارم. خدا داد نان تیار است.
نشو. آخ. سفدا 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 درست است. آرام باش، چیزی نیست. تو می قسم خواب شده بودی؟ چرا به تختت نرفتی؟ حالا بهتر هستی؟ خوب است. حالا بریم چای صبح آماده است. بیا دیگه، منتظرت هستم. اگه کتم عروسی نکنی باز با علی میگم که بچه تا کوکسال کشته. باز وقت علی در زندان میره و کوکسالم در قبر. صبح بخیر. سالون جمع کردی علی؟ به خاطر دیشب معذرت میخوایم. مهم نیست، دقیقش نشو. بیبی برای چی آماده کردیم؟ درباره نکاح ما چی فکر میکنی؟ به نظرم از یاد طولانیش نکنیم. مردم بیازم مار عروسی شده فکر میکنن. حتی با ما محفل عروسی هم گرفتن. باید یک نکاحی رسمی کنیم. امروز رفته امضا کنیم. چطور ها؟ علی درست است. اگه میخوایی بگویی که اگر عروسی مقبول اساسی کنیم، او کارم حل میکنم. با مردم به یک شکل خود گفتیم، اما پیش از او باید نکاحی رسمی کنیم. یک محفل ساده نکاح. حتی اگه در پارک هم باشه چطور؟ اگه از اونجا خوشت آمد باز اونجا میریم. اما البته که ای بار با واقعیت. علی درست است. در یک سالن عروسی میگیریم. علی من میخوایم که ازت جدا شم. تو چی میگی سفدا؟ مذاق میکنی؟ یعنی چی که میخوایی از ما جدا شوی؟ مذاق نیست. من واقعا میخوایم جدا شوم ازت. ای تو چی میگی سفدا؟ تا دیروز خود میگفتی اگر با مریم مرا دوست میداشته باشی. حالا میگی که میخوایی از ما جدا شوی. به نظرت این مذاق احمقانه نیست؟ گوش کن، ما دیگه یک جای بوده نمیتونیم. بسیار خوب. به خاطر چی؟ تو مگم قاتلای بچه تا به قتل نرساندی؟ او همه دیگه به چی ربط داره؟ کشتی یا نکشتی علی؟ بله کلشو نکشتم. حقشان بود و ما هم کشتمشان. بسیار خوب. اگه امروز هم اتفاق میفته بازم عین کار میکنی همون تو نیست؟ خدایا بلی از خدا نمیگویه. بله میکنم. تو میخوایی به من چی بگویی؟ میشه برام واضح بگویی سفدا؟ اینه ببین، ما به می خاطر نمیتونیم یک جای باشیم. دنیای تو پر از خون است،
پر از انتقام است، پر از جنگ است. من در این دنیا نمیتونم نفس بکشم علی. سیفدا تو خود مرا کاملا میشناختی، درباره گذشته‌مون میفهمیدی، اما بازم گفتی که مرا دوست داری. خب حالا چی تغییر کرده؟ دوست داشتن کفایت نمیکنه. دیروز وقتی تو آمدی من زیاد فکر کردم علی. کار ما فقط یک ضد طفلانه بود، فقط یک کلمه به نام هوس بود، یک هوس خطرناک. من فکر میکردم که در دنیای تو نفس کشیدن میتونم. فریب خورده بودم. گوش کن، فهمیدم. اگه به خاطر دیشب میگی باز درباره بیادرم یک کار بسیار تکت دیشب نداره علی. نیکه نمیبینی؟ من واقعا فکر میکردم که کت تو خوش میباشم. مگم راههای ما کاملا متفاوت است علی. فکر میکردم راههای ما یک جا میشه. به خاطر هر چیزی که سر تو آوردم معذرت میخوایم و به خاطر هر چیزی که به من کردی بسیار زیاد تشکر. متوجه خودت باش. خداحافظ. سیفدا، سیفدا، سیفدا صبر کن. سیفدا یک دقیقه صبر کن. چی جریان داره برام گفته میتونی؟ بیبی این گپایی را گفتی راست بوده نمیتونه. من هیچ باور کرده نمیتونم. گوش کن، میفهمم که قبول کردنش سخت است، اما همین قسم است. ما غرق یک رویا شدیم علی. او هم یک رویای بسیار زیبا، اما تمام شد. تمام شد. خداحافظ. پیلیت بیادر؟ خدا داد. خوب هستی؟ خوب هستم ماما. ودت کجاست؟ ودت بیادر برام، اما زود پس میایه کار داشت. تو ده اینجا چی کار داری بچه؟ تو چرا از پشت ازگی نرفتی؟ ما به ودت بیادر گفتم او برام کدام ازگی دیگر نشان میته. ازگی را که من دوست دارم و تو را دوست دارم. بچه مرا خندانتی. امروی دختر ما یک کلمه گپم نزدیم. بفهمی انسان کسی را که نمیشناسد دوست نمیداشته باشه. یعنی دوست نمیداشته باشه؟ البته درست فهمیدی. تو ده تکتیک اشتباه میکنی. گفتی تاکتیک؟ بله درست فهمیدی.
تو حال قسم او دختر رو تعقیب میکنی نه؟ پس طبیعی است که او هم فرار میکنه. تو یک چند وقت دور باش ازش، او دخترم ارزشت میفهمه. اما من دوستش دارم پیلوت بیادر. انسان کسی را که دوست داره از او فرار نمیکنه. بچه من کی گفتم که فرار کن؟ تو خدا کم دور بگی تا او دختر ارزشت بفهمه. فهمیدم. ازگیره از دور دوست میداشته باشم، حتی او خبرم نخواد شد. همه قسم. پس من میرم ازگیره کمی از خود دور میسازم. وداد بچم کجاست تو؟ چی کردی؟ او کسی که دام مانده بوده پیدا کردی؟ بالاخره پیداش کردم. کی از لعنتی؟ بیادر تاکاجی، نامش مرتاز. وای انسان بی غیرت. وای به این معناست که پشت بیادرش دق شده. بچم هر چی میکنین بکنین، او آدم بی غیرت پیدا کنین، او را قسم لط کنم ودت، او را به حالت برسانم که خانهش برم مادرش دروازه را باز کنه نشناسیش مادرش. درست است میپالمش پیروت. تو حال کمی آرام باش. بگی کمی آب. یا باید به یک جای امن بریم. به خانه میرم. سیفدا میایه سارپ. نکویگار آدم با مثل کاکایت از بین رفته. نیکتر از بین بردن نمیتونن. حال کل کارا تغییر کرده سارپ. این آخرین چیزی بود که از دست دادم. بعد از این دیگه همیشه و همیشه ما برنده میباشم. فکر کردی که چه قسم مانعالی شوی؟ او کار سیفدا میکنه. او یک خیانت ده حقش خواد کرد که حتی دیگه نفس گرفتنم برش مشکل شوه. اینجا به خاطر ترس از مردن نامدیم علی. من به خاطری که تو را دوست دارم آمدیم. خاطری که به من دنیایی را نشان دادی که بجز از تو دیگه هیچ کسی در اون نیست. واقعا تشکر میکنم. ده اصل ایره ما باید بگویم. به خاطر که مرا پیدا کردی بسیار تشکر. خوب هستی؟ نیستم. هیچ خوب نیستم. چی شده؟ علی چی شده؟ نکالی رو کدام چیزی شده؟
جدا شدی جدا شدی. چرا؟ گفته بودی علی مرا زیاد دوست داره. البته که دوست داره دوست داره. در این صورت مشکل چی است؟ البته اگه میخوایی برم بگو. چیزی برای گفتن نیست. به خاطر علی لازم بود که از اون منصرف شد. باز ما منصرف شدم. تمامش همه قصد. بخورین دیگه. خدا داد؟ ایزگی کسی که فرار میکنه تعقیب میشه. فرار که خدا داد. خدا داد چه شده؟ چرا از من فرار میکنی؟ واقعا مرا تعقیب میکنه، اما بسیار مقبول تعقیب میکنه. بانم گیریم کنه. پیلوت بیادر گفته بود کسی که فرار میکنه او را تعقیب میکنه. فرار کو بچیم، فرار کو. خدا داد. آی ایره دیگه چی شده؟ چرا از من فرار میکنه؟ پیلوت خوب هستی؟ خوب هستم خدا را شکر خوب هستم. از دیشب فتر زیاد به تشویشت بودم. خوب هستم تشویش نکن. بیبی توکچه از تو یک چیز میخوایم. بگو. بیبی تو یک دختر خونسرد هستی، مرد صفت هستی، مقبول هستی، جذابم هستی. امو شب گذشته که در خانه تو بودم نه یگان تو اشتباه درک کردن. درست است، لازم نیست که توضیح بدی. چی میخوایی مستقیم گفته میتونی. یعنی میفهمی من دویگو را بسیار زیاد دوست دارم. دویگو وقتی فهمیده که ما در خانه تو بودیم کمی بین ما مشکل پیش شده. حال تو پیش او رفته، برش بگو که ما بین هم هیچ رابطه ای نداریم. این بسیار خوب خواهد شد. درست است، هر قسمی که تو بخوای. خداحافظ. بخیر بری. پیلوت بیادر قسمه که گفته بودی شد. ما فرار کردم، میزگی مرا تعقیب کرد اما گیریم کرده نتاخت. آفرین بچیم، آفرین. همه قسم ادامه بده، اصلا گیرت نکن. تو طرفی اندام ما بیبی، ما بسیار تیز دویدم، حتی در مکتب در دوش اول نمره شده بودم. خوب است، در اون صورت خیلی بوده. برم یک گلاس چای بر ببینم چه قصد می. خسیس اینه. بسیار تشکر، زنده باشین. شفا باشه، بسیار زیاد تشکر. زنده باشین، روز خوش. خسته نباشی مادر. خوش آمدی. دویگو جان، من میگم اگر در اینجا کار نمیکنی پس بستش کنیم دخترم، به خاطر که از تو که در زیاد مده ای دواخانه میباش. مادر وقت می آمدم یک نفر دیدم، با هم چند دقیقه گپ زدیم. تو هم زیاد وار خطاستی که از اینجا بری، فقط که کدام کار دیگه داری؟ همه قسم است. البته ما کار نداریم، فقط تو تنها کار داری دخترم. ما هیچ از خود کار نداریم دخترم، به خاطر که ما 6 تا ناک جمع میکنیم. به هر صورت من میرم دیگه. خداحافظ مادر. دویگو سلام. چی کمک برات کردم میتونم؟ من میخوایم کمی همراهت گپ بزنم. خوب است؟ مشنو.
در بین ما و پیلوت چیزی که تو فکر میکنی و قسم یک چیز نیست. بله، اگه مستقیم بگویی خوش میشم. پیلوت در حالت سخت مقابلم آمد، مرا کمک کرد. تمامش همه قدر است، یعنی در بین ما کدام چیزی نیست. بیازو او عاشق تو است. من متوجه گپ هستم. هیچ لازم نبود که تو ایره برام بگویی، اما بازم به خاطر که زحمت کشیدی تا اینجا آمدی توضیح دادی تشکر. روز خوش. روز خوش. باز خود دیدی که پیلوت بالاخره کی را انتخاب میکنه. کوکسال، به جنازه کاکای اویگار رفتن نتانستیم، بسیار کار بد شد. نخواست دیگه خیریه. فاتح هم نگرفته بودن، فوراً بردن دفنش کردن. خداوند ببخشش. سیفدا کجاست؟ اینجا آمده؟ مگم سیفدا پیش تو نبود؟ سیفدا را چی شده؟ کدام چیزی شده؟ چیزی نشده. در اینجا نیست. از دیروز که ندیدیمش. چی شده؟ درست است، فهمیدم. علی! دخترم خوب است! کوکسال چی گپ است ها؟ چه جریان داره؟ میشه برام بگوی؟ نمیفهمم خیریه. نمیفهمم. مطمئن هستی میخوای خانه بری؟ تو از علی میترسی سارپ؟ دیگه نترس. کسی که قلبش بشکنه دیگه هیچ کار کده نمیتونه. حالا سرعت بگی، سیفدا شاید به خانه رسیده باشه. مطمئن هستی؟ چی شده بچه؟ پیدا کردن و نامرداره؟ تو اینقدر هیجان نشو، تو خود زخمیستی بیادر. وضعیت دیگه چیز است. وضعیت چیه؟ پلیس جستجو را اعلام کرده. خوب است. چه قسم اعلام کرده بچه؟ چی بفهمم؟ یک نفر قتل تاکاجیره سر خود گرفته. دعوا به نفع ما بسته شده. بچه میکاره کی کرده؟ هیچ نمیفهمم پیلوت. کدام نفر از بالا از ما مواظبت میکنه، اما او کی است؟ کدام به عقل از ما مواظبت میکنه بچه؟ یکی میای مرمی میزنه، دیگهش میای از ما مواظبت میکنه. پیلوت بیادر به لیاز خدا یک بار آرام شو. زخمیستی زخمی. تو یک بار خوب شو، باز تمام حسابشون برشون میدی. بله بچم زخمی هستم، اما خوش آمدی ینگا. ینگی چی؟ یعنی ای گپ به خانمایی بگو که یگان تا خانه ایشان میرن. به منی. بسیار خوب ینگا. یعنی خانم دگو. خدایا برم صبر بدی. دقیقه گپش نشو، او را ببخش. میبخشمش. ما فقط گناه های تو را بخشیده نمیتونم که وام بسیار زیاد است. راست میگی. تو را مصروف میسازم، اما تو نیست. به خاطر ما دواخانه تیلا کده اینجا میایی. من خودم با پانسمان اونجا میامدم. بله، تو میامدی با پانسمان کدن؟ در ای حالت چه قسم میامدی؟ حتی جسد من به طرف تو میاید دویگا جان. به هر صورت وقت خوب شدی باز درباره کارهای تو و جنایتایت گپ میزنیم. امر به جنایت کردن، جنگیدن، درباره کلاژ دانه دانه ازت پرسان میکنم. تشویش نکن. بس همه قدر. چی همه قدر؟ حساب چیزایی را که پرسان میکنی. منتظر بیشتر ازی بودی؟
ها نه همه قسم زیاد خوب است، حتی زیاد هم است. خوب است. تو را پانسمان کرده باید دواخانه برم. حالا زخمت نشان بده. درد میکنه؟ نه. دست هم زیاد ظریف است. ده اصل کسایی که سلیم را خوردن میگن که زیاد درد میکنه، اما به هر صورت تا هنوز نصیب من نشده. انشالله نصیبت نشه. دستایت درد نبینم. زنده باشی. خواهش میکنم. آقا اویگار، شما از سفدا کدام خبر دارین؟ سفدا تا حال نامده؟ وقت علی آمده میره پرسید. نه که قرار بود اینجا بیا. میایه کوکسال، میایه. آقا ویگار چی میشه بگین کنم؟ چی شده؟ دیوانه میشم، عقلم از دست میتم. کوکسال چی شده؟ ها چی گپ است؟ راستش نمیفهمم خیریه. من از هیچ کدام کار اینا خبر ندارم. سینان کجاست کوکسال؟ ها از او پرسان کنیم شاید او بفهمه سفدا کجاست. بان بلیاز خدا، از صبح که برآمده تا حالیام گم است. من میخواستم که زینب رو ببینم. دوستش هستم، باید امرش گپ بزنم. من داخل رفتم میتونم؟ در زیرزمینی ببرینش. زیرزمینی چی؟ صبر کنین، مرا کجا میبرین؟ صبر کنین، اعلام کنین، مرا اعلام کنین. چی گپ شده آقا جان؟ گفتم اعلام کنین. این صدای چیست؟ چیزی نیست، من میرم میبینم. اعلام کنین. صبر کنین. برات گفته بودم که نزدیک دخترم نبیایی. اگر نیکت مرمی در فرقت میزنم. ما زینب میبینم. شما هر چی کنین من میبینمش. ما او را دوست دارم. نیک گپ ما نفهمیدی. بیبی خورترک، اگر بار دیگه تو را نزدیک دخترم ببینم باز تو و خانواده تان یک جایی تبا میکنم. گلتان دانه دانه از بین میبرم. فهمیده شد؟ از اینکه زینب تو یک پدر داره ایره باور کردن نمیتونم. تا وقتی که از دست پای نفتیده خوب لطش کنین. اگر بار دیگه ای کار تکرار کرد کت مرمی سراخش کنین. تو خوب هستی دخترم؟ خوب هستم. فقط یک دوستم در وضعیت بد قرار داره. از این که نتونستم کمکش کنم ناراحت هستم. عاشق یک نفر شده. وقتی که کل چیز خوب پیش میرفت عاشق همون کسی که شده بود خبر شد که پدرش بچه و آدم کشته. چطور یعنی؟ یعنی همون تو دیگه. من نفهمیدم که با او چی بگویم. اگه شما میبودین چی میگفتین؟ خداوند کمکش کنه دخترم. یعنی واقعا بسیار یک وضعیت سخت است. در زندگی ما بسیار چیزهای دیگه مهم است. اگر در قدیم دشمن دار باشی باز نمیتونیم که رابطه آینده را درست بسازیم. به نظر من بهتر از دخترم که این عشق و عاشقی را فراموش کنی.
خانم توکچه، ملالی میشه چند دقیقه گپ بزنیم؟ طبعا. چی گپ است توکچه؟ نفهمیدم درباره چی میخواین گپ بزنین؟ با وجوده که هیچ مشکلی وجود نداشت، درباره گپ میزنم که سیفدا چرا خواسته که جدا شوه. چی؟ چطور یعنی؟ سیفدا مثل دیوانه عاشقتان است، چطور ازتان جدا میشه؟ لطفاً کت ما بازی نکن. چطور یعنی؟ سیفدا به تو هیچ چیز نگفته؟ نه خیر نی. ببین، اگه بازم همراهی اویگار کدام پلان جور کرده باشه نی، او الان نی. به من راست بگو توکچه، اویگار سر سیفدا فشار آورده کی تصمیم بگیره؟ نی، او الان که نمیفهمم. مولا علی ببینید، ما واقعا از این بعد از شما هیچ چیز را پت نمی کنم. سعیس، من با اویگار کمک کردم چون که فکر میکردم سیفدا را فقط تو خوشبخت میسازه. اما درباره شما اشتباه کرده بودم، خصوصا بعد از اینکه دیشب شما ما را نجات دادین. من دیگه در حقتان بدی کردن نمیتونم. اما با ما باور کنید، ایگه پاره اولین بار از شما میشنوم. نه از جدایی سیفدا و نه هم از رفتنش خبر دارم. سیفدا جان مادر، سیفدا دخترم تو کجا بودی ها؟ دخترم چی شده؟ خواهش میکنم بگو کی بکس چی است؟ اویگار در خانه است پدر. در داخل است. به خاطر جنازه آمدی؟ جنازه چی ها؟ کاکای آقا اویگار مرده، تو خبر نداری؟ سیفدا دخترم چی میشه؟ بلیاز خدا یک چیز خوب بگو. تو میفهمی که کاکایم چرا مرده سیفدا؟ از خاطر عشقی است که من نسبت به تو دارم بفهم. خب این چی ربطی به او داره ها؟ علی درباره کل کارایم خبر شده بود، میخواست که مرا بکشه. کاکایم به خاطر که مرا نجات بده خودش در بین آورد و بالاخره که او را کشتن. کاکایم در بین عشقی که نسبت به تو دارم قربانی شد. ببین سیفدا، ما به خاطر که تو را زیاد دوست دارم کاکایم از دست دادم، اما محبتی که نسبت به تو دارم هیچ کم نشده. مرا درک کرده میتونی؟ محبتی قسم یک بلای آسمانی را هیچ درک نمی کنم. از اینکه بچه علی را پدرم کشته و این آدمی که مرا با ایراز تهدید کرده و کوشش میکنه که تیم عروسی کنه هیچ وقت درک نمی کنم. کاکایم او علی احمق کشته. با کل ثروت کاکایم هر کاری کرده میتونم، حتی میتونم که او علی را از بین ببرم. اجازه نمیتونم که به علی کدام ضرر برسانی. کت علی غرض ندارم. به خاطر که تو ناراحت نشی از انتقام گرفتن خود منصرف میشم. اما وقت علی بعد از اینکه درباره رازتان بفهمه فکر کردی از کشتن پدرت از انتقام گرفتن خود منصرف میشه چطور؟ اینه ببین که من تو را چقدر زیاد دوست دارم سیفدا. مرا دیگه ناراحت نساز. من اگه خفه شوم باز کلگی خفه میشن. مکتت عروسی میکنم. اما فقط در مقابل مردم. دستم نباید بخوره. سعیس قبول است، اما ما یک شرط دارم سیفدا. چی؟ خانوادهت باید فکر کنن که به خوشی همراهیم عروسی میکنی. حتی باید از دیگه مطمئن شون.
فکر میکنن ما و علی عروسی کردیم. چی قسم وضعیت توضیح بتم؟ این گپ ناقه چی قسم بگویم که باور کنن؟ از اینکه همراه علی به دروغی عروسی کرده بودی باید اعتراف کنی. سعیس هموتو میکن. یک شرط دگان دارم. ما یک آدم تجار مشهور هستم. دیگه ای که در عروسی ما همه چیز باید مناسب اصولش باشه. هیچ کسی به این عروسی نباید به اندازه سر سلطانم شک کنه. سعیس کاکای من تازه دفن کردیم. عروسی را هفته بعدی میگیره. کارت خانواده یک دفعه شیشته و گپ میزنیم. Keklik gibi kanadımı süzmedim, murad alıp doya doya gezmedim. Bu kara yazıyı kendim yazmadım. Alnıma yazılmış bu kara yazı. Kader böyleymiş, ağlarım bazı. Gönüle sebebime. Alnıma yazılmış bu kara yazı. Kader böyleymiş, ağlarım bazı. Gönüle
سفدا از تو یک چیز پرسان میکنم. در وجود من از چی خوشت آمده؟ نفهمیدم. یعنی من در باطن یک آدم بسیار سرد و بسیار آرام هستم. حتی در ظاهرم خوشایند نیستم. بسیار سردرمی میکنم. من قلب تو را دیدم علی. خوبیایی که در وجودت از مهربانیایت محبتت دیدم. پس چی بگویم؟ خدا را شکر میکشم که پیشم هستی سفدا. کل چیز به خواست ما پیش میره سارب. بعد از نکاح علی در تاریکی بازار گور خواهد شد. در جریان که او از بیچارگی دست پای میزنه به خاطر کمک به او دست دراز میکنیم. باز از 4 طرف مرگ در آغوش خواهد گرفت. در او صورت صحیح است. ما در مقابل احتمالات آمادگی میگیرم. دلتان در ایباره جمع باشه. در یک هفته بیبی چی اتفاقات افتید کوکسال؟ چیزی شد که باید میشد خیریه. عروسی کردن سفدا امرای وایگار درسترین کار است، هم به خاطر خودش و هم به خاطر ما. اما تو راست، خدا را شکر. بیبی قسم خوب میگه؟ صحیح است، بسیار مقبول است. درست است. چی گپ است اکرم؟ به ودت بگو رسیدگی کنه بچم. از اقارب امنیتی های استخبارات گرفتم. او کوبات اومد که هستن نه؟ خود خب گرفتن. امروز میخواین خانم دیوگو را اختطاف کنن. تو را میخواین در دام بندازن. متوجه خودت باش. تو چی میگه بچم ها؟ قطع کو اکرم، قطع کو. آفرین. اعتماد پیلوده خوب به دست آوردی. روزش که برسه به این اعتماد زیاد ضرورت می داشته باشی. اینا را اینجا بانیم بعد از نکات توضیح میکنیمش. درست از جانم. حالا دیگه آفرین. ای چوکی آرام دانه دانه تنظیم کنین. البته خانم. ای چوکی های دیگرم بچینین شاید کلش کار شود. درست است. سینان؟ مادر قندم. خواهرم کجاست؟ آی چی بفهمم که کجاست ها؟ حتما در اتاقش است. بیازو لبروش کشال است، هیچ معلوم نیست که عروسیش است یا جنازه. به ما خو هیچ چیزی نمیگه بچیم. یک بار امروز گپ بزن شاید برای چیزی بگویه. الله چرا چی شدش؟ من میرم که ببینمش. حالا دیگه. خوش آمدی. مویت چقدر خوب شکل داره. آی تو کجا بودی توک چه ها؟ آمدم. کالای عروسی رو آوردی؟ بله آوردم. صحیح. آی نپرس که تو اینجا رسیدم چی بلاها سرم آمد. در تاکسی بالا شدم به اینجا نزدیک شده بودم که دیدم موبایلم نیست. باز رفتم موبایلم گرفتم. حالا دیگه توی را به سفدا ببر. صحیح. سفدا کجاست؟ حتما در اتاقش است. درست است. وای آدم بی‌غیرت.
خدا چوچه تاکاجی شما را در قبرستان گور خواد کردم کلتان گور خواد کردم به شرفا پیلوت 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 دویگو ما امیال پیش تو میامدم فکر نمی کنم نه دیگه پیش تو میامدم اما در موتر یک چیز یادم رفته بود از خاطر او را گرفتم میخواستم بیام نیاز نیست مادر ما صدا میکنم که دواخانه بسته نمانه که تو باید گپ بزنم نه کدام وقت دیگه باز گپ میزنیم نفهمیدم یعنی منظورم است که امیال زود گپ بزنیم دیگه چی ضرور است که باید طالب بتیم ها تو صبر کن من زود میایم لوده چوچی تاکاجی باز از خاطر تو به درد سر بند نمانم مادر برام یک کار عاجل پیدا شده زود به دواخانه بیا درست است بخیر بیا با مادرم گفتم 5 دقیقه بعد میرسه بریم موتر خودت هست؟ پیش پدرم است حالا تو از چیه من خوشت آمده؟ من از چهرت خوشم آمد وقتی که خنده میکنی مثل گل میشه از اون نگاهیت که در تاریکی ها مثل نور میتابه تو در وقت تنهایی من مثل بهار آمدی سفدا دو لحظه‌ای که هیچ توقعیش نداشتم از اون چیزایی که هیچ توقعیش نداشتم مرا گرفتار کردی اما چی یک کار خوبی کردیم نی؟ ازت میخوایم به ما یک وعده بیتی علی بجز از ما به هیچ چیز دیگه نباید ارزش بیتی درست است؟ حالا باز من نفهمیدم یعنی اجازه نمیدی که هیچ چیز هیچ وقت بین ما بیاید هیچ کدام از دشمنایت از زندگی گذشتید هیچ کدام از جنگایت نباید خوشی های ما را خراب کنن یه اجازه را نمیدی درست است؟ صحیح است وعده میکنم از این بعد گذشته من تو هستی و آینده من تو هستی تو با من دوباره نفس گرفتن یاد دادی سفید یک روز اگر فکر کنم از تو جدا میشم از بین میرم خفه میشم این قسم یک چیز نمیشه این قلب همیشه در کنارت است و فقط به خاطر تو میتپم خدایا کمکیم کن با وجودی که علی را دوست دارم که دیگه نپرچه تو عروسی کنم بیا خواهر جانم چرا گریان میکنی؟ نه جانم گریان چی در پشت چشمم یگان سایه چشم امتحان میکردم حتما از همون خاطر کمی حساسیت کردم
گفته بوده که خواهر و برادر به یکی دیگه دروغ گفته نمیتونن. خواهر جان تو را چی شده بگو برم. من شنیدم تو گریان میکردی، میگفتی علی مرا ببخش. چی میشه به ما بگو قربانک چه. گوش کن، اگر دلت نمیشه که عروسی کنی به ما بگو، من همراهت هستم. بالالایت بگو دیگه نه. نه جانم، من خوب هستم، کاملا خوب هستم واقعا. من آماده میشم، درست است. تا امروز منتظر بودم که خوب شوی. فکر کنم حالا خوب شدی. درباره کل چیز باید گپ بزنیم. گپ میزنیم، البته گپ میزنیم. میشنوم. اما در اینجا نمیشه. چی کنیم؟ پیش ساحل بریم. در اونجا اولی موام بخوریم. سایس هر قسم تو بخوای. ای صدای چی است؟ چی من یک دفعه میرم ببینم که چی است. پس میام. او صدا از چی بود؟ از فنرهای تولبکس. یعنی در این وقتا کم خراب شدنی باید یک ویرینگ کاری کنیمش. Aşık oldum ben sana, baharda kuşlar gibi geldin kondun dalıma. Susamıştım sevgiye, çiçekler sundum sana. Baharda kuşlar gibi geldin kondun dalıma. Susamıştım sevgiye, çiçekler sundum sana. Seversin diye, seversin diye. İstemem senden başka birini, tamamlıyoruz birbirimizi. İstemem senden başka birini, tamamlıyoruz birbirimizi. Kusurumuz sevilmek, sevmek olursa kusursuz olmaz insan hayatta. Baharda kuşlar gibi geldin kondun dalıma. Susamıştım sevgiye, çiçekler sundum sana. Baharda kuşlar gibi geldin kondun dalıma. Susamıştım sevgiye, çiçekler sundum sana. Seversin diye, seversin diye.
بیادر میشه کمی تیزتر برین لطفا. جانم تو خود تا حال کالای عروسیت نپوشیدی؟ من ای پیرانه نمی پوشم. یعنی چی که نمی پوشم؟ متوجه هستی این محفل عروسی از ده پایین مهمان آمدن. همه بیازو یک دفعه ای پیرانه پوشیدیم نه؟ سیفتا ایرا میفهمم که با اویگار نمیخوای عروسی کنی، اما دلیلی عروسی رام نمیگی. یه دلیل نداره، نیاز بود که همو تو شوه. چرا همراه کسی که دوستش داری نه با اویگار هستی؟ ببین اگه نگویی برش راه حل پیدا نمیتونیم. بگو. به خاطر گپ زدن در ای باره دیگه زیاد ناوقت شده که تو اویگار عروسی میکنم. تنها چیزی را که باید بفهمی همین است. ای کار نکو سیفتا، من بهترین دوستت هستم. به من بگو اویگار تو را تهدید کرده چطور؟ من مجبور هستم یک کار کنم از این خاطر. حالا میشه اویگار صدا کنی، باید درباره پیران عروسی کتش گپ بزنم. سیز خواهر جان تو کجاستی؟ گپ بزنیم. هرچند ما به ازوی قسم در مقابل هم خاموش بودم، پام دیگه گپ زده میتونیم نه؟ بیبی پیلوت در اصل ما قبلا همه قسم گپا را گفته بودیم، اما معلوم میشه که گپای ما نفهمیدی. دویگو بیبی حال ما گپ ما قطع نکن. تو چی کار میکنی؟ ما ایره خو میفهمی دیگه که ما گدام دوا دارم در پیش روی دواخانه تو. هوش کنی با ما دروغ نگوی. ده هر جنایت دست داری، جنگ میکنی. ما تو را درک کردم. گذشته تو کارایت هیچ خوب نیست. درست است، یعنی بدون خواستن یگان کارا را امکان داره که کده باشم، اما بیبی دویگا زندگی به ما چانس انتخاب کردن نداده بود. درک میکنم. به هر صورت نمیخوایم درباره گذشته تو زیاد تحقیق کنم. گذشته تا در یک گوشه میمانیم، اما به خاطر آینده از تو یک وعده میخوایم. امر که فقط نوش جانتان بیاد. خیر ببینی. بسیار تشکر. و اوی است که اگه میخوایی برات یک چانس بتم، بعد از این دیگه نمیخوایم که هیچ وقت سلاره در دستت ببینیم. یعنی میخوایم هر کاری که میکنی عادی باشه. دویگو بیبی اما حال تو به ما چیزی را که میگفتم انتخاب در دست تو. اگه در یک پله ترازو تو باشی، یکی در دیگه پلهش چی است هیچ برام مهم نیست. هرچی تو بخوای همون تو میشه. بسیار زیاد تشکر. در این صورت خیلی تفاهم کردیم. بعد از این دیگه
تو با ما یک انسان متفاوت هستی و به خودم یک انسان جدید شو. ببین مطمئن باش زندگی به های بسیار خوب آغاز میکنه. در هر راهی که تو روان باشی من به قدم زدن آماده هستم دویگا. İstemem senden başka birini, tamamlıyoruz birbirimizi. İstemem senden başka birini, tamamlıyoruz birbirimizi. Kusurumuz sevilmek, sevmek olursa kusursuz olmaz insan hayatta. Baharda kuşlar gibi geldin kondun dalıma. Susamıştım sevgiye, çiçekler sundum sana. Seversin diye, seversin diye. Baharda kuşlar gibi geldin kondun dalıma. Susamıştım sevgiye, çiçekler sundum sana. Seversin diye. نه من ایره نمی پوشم. سیف دایم نگفته بودم که کلی چیزا مطابق رسم و رواج میکنیم. حالا اگه توی رو نپوشی باز به مردم ما چی بگویم ها؟ او دیگه مشکل خودت هست. مربوط من همیشنی؟ یک چیز به گفتن برشان پیدا کن. برات گفتم که من ایره نمی پوشم. بسیار خوب. هر قسمی که تو میخوای اما تو کن. هزار بار شکر. بالاخره اگر عروسی که لایق دخترمو میباشه را میکنیم. هزار بار شکر کوکسال، هزار بار شکر. اما دست لگه کاکای اویگار آقا سمیم فوت نمیکد. باز اویگار یک عروسی مجلل میگرفت، یعنی دختر بیچاره ما تالی نداره. در زندگی یک روز خوشی را هم ندید. از امو خاطر خوش نیست؟ آی ما چی بفهمم؟ هیچ امرایم سهی گپ نمیزنم. انشالله خوش میشه. بعد از این میخوایم که دختر ما خوش باشه. کل چیز از اول شروع کنه. میخوایم که کل چیز فراموش کنه. ماما میقسم میخوایم کوکسال. انشالله. انشالله. سینان کجاست؟ نمیفهمم. حتما رفته که آماده شوه. 23 73 73. چرا به مناسب زنگ میزنی؟ کارش دارم. زنده باشی. بله. علی برادر، من سینان هستم. سینان؟ خیرت باشه. شما کجاستین برادر؟ میخوایم ببینمتان. مادر؟ آقا پیلوت از سیاحت آمده. خوش آمدین. چطور هستین؟ خوب هستم خانم، زنده باشین. شما چطور هستین؟ هزار بار شکر. میگذره دیگه. سیاحت های شما همه قسم جریان می داشته باشه؟ من به خاطر چیز پرسان کردم. یعنی اگر عروسی کردین خانه دار خود شدین باز براتون مشکل خلق نکنه؟ نه مشکل پیش نمیایه. یعنی فعلا خو مجرد هستم. با تنهایی خود میرم. هر جایی که برم مشکلی نیست. در آینده باز میبینیم که چی میشه. تو از خود کار نداشتی؟ ها داشتم البته که داشتم. خوب است. حالا برو. خداحافظ. در صورت پس باید برم دیگه. باز بعداً با هم نان خوردن میتونیم؟ البته میتونیم. البته جانم. چرا باید با هم خوردن نتونین ها؟ یعنی بیا تو در خانه غذا نیست، هیچ غذا نیست. کم بود او رام پدرت خورد. چند دقیقه پیش من برش زنگ زدم. مادر
پس خوب است دیگه. من برات زنگ میزنم میایم تو رو میبرم. روز بخیر. خداحافظ. خداحافظ. کم مانده احمق، کم مانده. تحمل کو بی شرف. اگه من او کلیت از تن جدا نکردم اولاد آدم نباشم. مادر تو چرا همیشه به جای ما جواب میدی؟ چند دفعه برات گفتم در زندگی ما مداخله نکو. حالا دیگه ما چی گفتیم دخترم ها؟ تو فقط میخوای کمرای ما گفتگو کنی، یعنی دیگه هیچ مشکلی نیست. او به شرف از طول بکس پایین. چه دیگه؟ لعنتی. از صبح تا بالا من تو رو همراه خود میگردانم. در سیاحتم. در هر گوشه که رفتم تو آدم بیشرف پست بی غیرت همراه ما بودی. در لحظات عاشقانه من صبح در ونگر قرار ششته بودم، اما تو لعنتی خستی رفته پیش دویگو. چرا پیش او رفتی؟ بچم کی به شما ایره یاد میته؟ نه که زور شما تنها به خانما میرسه بی غیرتا. پیلوت؟ این لودر از کجا پیدا کردی؟ از کجا پیدا کنم دیگه؟ بازا مثل نامرداوری گرد پشت دخترها میگرده. پیلوت ببین، اگه مرا نکشی باز تو را کمک میکنم. تمام امکانات من در اختیارت میمونه. زود بزرگ میشی، زود ترقی میکنی. از همه دردناکتر چی است؟ میفهمی چی است؟ ودت کسی که خودش به کمک محتاج میباشه او به دیگرها پیشنهاد میده که کمکت میکنه. ای نامرد! دویگو! از این لحظه به بعد تو را هیچ کسی کمک کرده نمیتونه. یک بار گرد میزدیم بیادر. خوب است تو گپ بزن. من میرم ودت. یک نامرد دگم کم شد. ایره برداره. به نظرم سفده هنوزم شما را زیاد دوست دارم. خودشی گپه برات گفت؟ نه خیر، او گپ نمیزنه، هیچ چیز نمیگه. کدام چیز است که میخواه از کلگی پود کنه. اما من با گوشایم شنیدم میگفت علی مرا ببخش. از جدا شدن با شما بسیار پشیمان است. این واضح است که به خواست خودش جدا نشده. اگر نه در اوز نکای خود طرف عکس تو سر کده چرا باید گریان کنه؟
باش ببینم. درست از اینه خلاص شد. بسیار زیاد مقبول شدی. کالای عروسی را خود نپوشیدی اما بازم مثل پری هستی. مگم پریای قسم چهرهشان پشمرده نمی باشم تو نیست؟ کمه باید لبخند بزنی. بیاین. دخترها حال وقت نکاح شده، شما آماده هستین که بریم؟ ما وقت آماده شدیم به شما خبر میدیم آقای کار. درست است. طرف ما بیبی خنده میکنی یا قد قدکت بودم. لطفا هیچ قصیش نشو. بله شاهدای شما را میخوایم. خانم توکچه و آقا سار. خوش آمدید. بله درخواست عروسیتان به قسم نوشتاری به ما فرستاده بودید. در نتیجه تحقیقی که ما کردیم معلوم شد که به خاطر ازدواج شما هیچ مانعی وجود ندارد دوستا. حالا یک دفعه دیگر در مقابل شاهدا و مهمانان درخواستتان با ما گفته میتونین؟ شما محترم از سفدا علمیز بدونی که تحت فشار کسی باشین با اراده خود آیا محترم آیگار سارکایا را با تمام عمر به صفت شوهرتان قبول دارین؟
بله. خدای شکر. بسیار تشکر. شما محترم آیگار سارکایا بدون تحت فشار کدام کسه با اراده خود محترم سیفدا المزه با تمام عمر با صفت خانم خود قبول دارین؟ میشه بگوین؟ بله. بسیار تشکر. دوستا شما با خوشی خود به اینا شایدی میدین خانم تونجه؟ بله. آقا سار؟ بله. لطفاً امضا کنید. علی؟ کوکسال علی اینجا چی کار داره؟ راستش نمیفهمم. کوکسال اینجا چی جریان داره؟ سیفدا میشه همراه ما بیایی؟ علی نکن لطفا. سیفدا هیچ جایی نمیره آدم احمق. کوکسال! دختره سیفدا این طرف بیا. کوکسال این چی میکنه؟ دیوانه شده؟ لطفا یک کسی کمک کنه. سیفدا این طرف بیا دختره. سیفدا سیفدا همراه ما بیا. گفتم که سیفدا هیچ جایی نمیره احمق. اویگار اگه یه روسی ره تو بازور با تهدید سر سیفدا کده باشی دوباره اینجا میایم. باره دیگه میایم جانت میگیرم. بریم سیفدا. سیفدا! پلیس رو بخواهیم. با پلیس زنگ بزن سار. زود شو. حالا علی چی میکنی؟ مرا این قسم کجا میبری ها؟ تا وقتی که کل چیزا برم نگویی. ایرای ما اما تو مستقیم ادامه خود داشت. یک چیز برای گفتن نیست علی. گوش کن. میفهمم که کدام چیز را از ما پرت میکنی اما این کار امروز خلاص میشه. با ما کل چیز میگی. چرا نمیخوای گپا بفهمی؟ ما متوجه شدیم که ما هیچ مناسب یکی دیگه نیستیم. داخل شدن به دنیای تو تمامش یک اشتباه بود. مقابل شدن ما واقعا یک چانس بد بود. چرا نمیخوای گپا قبول کنی؟ همراه من راسی میکنی سیفدا؟ کدام چیز است که میخواید کلگی بود اما من خودم شو میدونم. میگفت علی مرا ببخش. از جدا شدن با شما بسیار پشیمانم. اگر نه در روز نکاح خود طرف عکس تو سر کده چرا باید گریم کنم؟ والا افسوس به استاد علی. دست لو دختر بسیار خوب معلوم میشد. یعنی چطوری کار کرد؟ مام نفهمیدم کدام مشکل خدا را پرسان کردم اما برم نگفت. هر کسی یک مشکل داره.
فقط به گفتن یکی کدام مشکل داره قسم کسی را خفه نباید بسازیم. یعنی ترک کردن چی مانو میته؟ باز میره کته او ایگار لعنتی عروسی میکنه. این کار هیچ خوب نیست. به نظر ما استاد علی حقی قسم یک کار نداشت. به نظر ما هم حقش نداشت. به هر صورت ما باید متوجه کار خود باشیم. چی گفتی؟ کار ما چی است؟ یعنی میگم که حالت ما چطور خود شد؟ حالت ما را دیگه چی شده؟ مثلا هر شب وقت خانه میرم کل چیز ناخوشایند است برم. فقط یک چند تا سنگ است و یک دیوار. یعنی میخوایی صاحب یک ایوان چیز شوی چطور؟ نه این قسم یک چیز نیست. این قسم وقت سر خود در بالشت میمانم باز فکر میکنم که در یک اقیانوس بزرگ غرق شدیم. آقا پیلوت، کسی که از گپ خود میگذره و سر گپ خود استاد نمی باشه ما از او قسم آدم خوشم نمیایه. ها بله ما هیچ خوش ندارم، حتی نفرت دارم از او قسم آدم. این دیگه چه قسم است جانم؟ مردم از گپ خود تیر میشه امکان نداره. در این وقتی گارسون کجا شد؟ ببخشین میتونین بیاین؟ موتر از راه خامه به طرف چپ در خوردم راه شخصی که به تختو بشستیم. مطلب گرفته شد. تو خو گفتی آدم از سیف دامن صرف شده ویگار. باز چی شده؟ نمیفهمم اما نا خود زحمت میده. سیفدار هیچ کسی از ما گرفتن نمیتونه و دیگه ای که با دیل ای کارا باید حتما بپردازم. علی گوش کن تو نکن لطفا. ما جدا شدیم با این قسم رفتار کردنت کار دگام سخت میشه. چرا نمیفهمی؟ سیفدا خوب طرف چشمایم سیل کن و برم بگو که دیگه مرا دوست نداری. علی نکن لطفا. برم بگو که مرا دوست نداری سیفدا. تو رم اینجا اعلام میکنم. سیفدا چشمایت از ما دور نتی لطفا. الان زود چو برم بگو. دیده شد که موتر به طرف ساحل رفت. درست است، ما نزدیکشون هستیم. حالا صاحب حالا نباید پولیس را گم کنی. حالا حالا بگو. برم جواب بده سیفدا. اگر کت ما عروسی نکنی باز با علی میگم که بچه تا کوکسال کشته. وقتی که خبر شوه باز میفهمی که چی میشه. کوکسال هم میکشه. بعداً باز پدرت به قبرستان و علی هم در زندان میره. تو میمانی و ما میمانم. عجله کو برم بگو سیفدا. عجله کو.
تکان نخور، تسلیم شو. دیگه پروسس که نفر شما را بازور اینجا آورده؟ خانم محترم، از شما پرسان کردم راست است که این نفر شما را اینجا آورده؟ اگه امیال شکایت نکنی بازدم اینجا به علی میگم که بچه تا پدر تو کشته سفدا. شکایت کن تا وقتی که عروسی ما خلاص میشه او باید در زندان باشه. اگر نه یارم نمی باشه سفدا باز رفته و شکایت تا پس میگی. از شما پرسان میکنم دیگه پروسس است که نفر شما را بازور اینجا آورده؟ بله